این هفته خبر تو خبر داره براتون از کسادی بازار دین فروشی آخوندا و نوحه هایی که جز آخوندای خمینی صفت رو در آورد. کار به جایی رسیده که حتی نوحه خونهایی که سالها برای همین رژیم نوحه خوندن هم ریزش کردن و به خوندن چنین نوحه های رو آوردن. وقتش سمون باطلت کنه، وقتش که صندلی ولت کنه. اینجاست که صدای بوفالوی ولایت در میاد و از کسادی منبر آخوندهای حکومتی میناله. یه مشکل ما داریم و اون مشکل اینه که نکنه شما برادران و عزیزان ابزار دشمن بشید، یعنی جوری به شما محتوا رو از دست بدیم، یعنی ما بدیم ایستگاه‌های صلواتی ما پر از جمعیت موج میزند اما پای منابر کسی نیست. جک و جونورای عظما هم برای که قضیه رو ماسمالی کنن و بازار کساد آخوندا رو داغ کنن شروع کردن به پاچه خاری برای پاسدارا. ما روزه داشته باشیم، مخصوصا بچهای سپاه، اونا خیلی زحمت کشیدن که ما این دهه محرممون برگزار بشه. حالا جلوی یه عده‌ای که سلیقه‌شون نبود به هر حال، ولی والله بالله تالله این خیمه امام حسین اونا خیلی برای ما زحمت کشیدن. بعدم با فضاحت تموم مشتی پاسدار قاتل رو آوردن تا اینجوری برای عظما نوحه امنیت بخونن. میان بعضیاشون دختر بچه‌م راهشونه، ما رو با دست نشون میدن این دختر بچه‌ها، میگن عمو هست امنیت برقراره، دلمون قرصه اما دلا بسوزه بران راستانه. از اون طرف مردم به یزید زمان و مزدوراش لعنت میفرستن، از این طرف مالکشای حکومتی از همین قاتلات تشکر میکنن. من از همه شما عزیزان ممنونم، دستتون رو میبوسم و اجازه میخوام چون یه سری خانواده های شهدای امنیت رو ما دسترسی نداشتیم، نتونستیم بالاخره، ولی من به احترامشون به شما نمیخوام زحمت بدم، من به احترام خانواده های شهدای امنیت از همینجا من تعظیم عرض میکنم. البته این نمایش هم درگی از عظما دوا نمیکنه. حالا کار به جایی رسیده که رسانه‌های حکومتی هم برای پاسدارای ترکیده ترم خورد نمیکنن. اگر امروز به برخی از روزنامه‌ها نگاه کنید میبینید که متاسفانه نسبت به شهادت 4 مأمور نیروی انتظامی، 4 پلیس جوان، رشید، متعهد، خدوم، متاسفانه کم لطفی کردن. کم لطفی که چه عرض کنم، اعتنایی نکردن. مطمئناً دستگاه قضایی، دستگاه نظارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید پیگیری کنه این موضوع رو و ببینه چه خط پیوندی میان این روزنامه ها با جریان های تروریستی وجود داره. مگه ممکنه 4 نیروی خدوم نیروی انتظامی به شهادت برسن و هیچ رسانه‌ای واکنش نداشته باشه، یک رسانه واکنشی نشون نده؟ عرض کردم این قابل پیگیریه و انشالله پیگیری خواهد شد. توی این اوضاع و احوال تیوی ریش دنبال اینه که با خاطر سازی و خاطر بافی عبای پاره ولایت رو کوک بزنه. آقا فرمودن که از این آقای استاندار، اینم نکته است برای مسئولین، 1 میلیون تومان برای رئیس جمهور قرض بگیرید، خدایا 1000 تومانی نو توما بدیم به این مصدومین. بعد فرمودن که خب اینم کافی نیست، یه گلم بگیرید که ما الان میگیم گل برای گل، یعنی آقا گل موقع رفتیم حالا تو اهوازم تو اون شرایط مثلا گل راحت تهیه نمیشد، 1000 شاخه گل تهیه شد و آقا آمدن و طولانی روحیه لطیفشون رو میرسونن. خیلی لطیف. کدوم یکی از مسئولین ما تا الان رفتن مثلا همچین کاری بکنن، قرض بگیره، گل بخره به بقیه بده که روحشون رو خوب بکنه؟ این خیلی نکته مثبت.
امام جمعه های خامنه ای هم سنگ پای قزوین رو گذاشتن توی جیب بغلشون و برای ولی فقیه شاخ شکسته از این روزه ها میخونن. نقش ولایت با سایر مدیریت های جهان همین است که ولی خودش نیست، ولی صاحب دارد، ولی عبد است، ولی عارف است، ولی عابد است. و اون مرکزیتی است که انرژی و قدرت را از خدا میگیرد و در همه اعضای خودش منتشر میکند و مجموعه یک واحد به خدا پیوستند. اما ته خط آبی از این حرفا گرم نمیشه و کارشناساشون هم مجبورن بیان و چنین اعترافاتی بکنن. قشر روحانیون قشری هستن که مردم بیش از هر قشر دیگری از اونها متنفر هستن. تحقیقات تجربی هم اینو نشون میده. بعضی از آخوندا از ترس مردم و نفرتشون به این جنگولک بازی ها رو آوردن. بعضی هاشون هم امامشون رو با تاج مقایسه میکنن. بنده رو ببینید، دقت کنید، این امامه که سر ما هست، حضرات علما هم تشریف دارن، به این میگن تیجان الملائکه، تاج ملائکه، تو روایت داره. روی این دوباره بهش میگن حنک، این بالاش رو ببینید، این پارچه به میگن حنک امامه، یعنی بالاترین سطح. اما علت نفرت مردم از آخوندهای حکومتی رو از زبون پدرزن رئیسی جلاد بشنوید. دشمن امروز اومده با همه قدرت، نه با ابا امامه کار داره، نه با نماز جماعت کار داره، نه با شعائر کار داره، فقط اون روحانیتی که پشت سر ولایت هست، این روحانیت رو از چشم مردم بیندازد. اینطور که پیداست آخوندهای حکومتی خوب فهمیدن که رفتن پشت سر عظما آخر و عاقبت نداره. مشنگستان این هفته رو با اظهار نظر پاسدار خالیباف درباره قیمت مرغ شروع می‌کنیم. مرغ هم جناب عالی اشاره کردید، حالا جناب عالی تازه مشغول کار شدید، امیدوارم که سر سامان پیدا کنه. یه وقتی مردم توی این زمینه با من صحبت می‌کردن، میگفتن آقای خالیباف ما یه وقتی فکر می‌کردیم این امکانات توی این زمینه کمه، ولی این اتفاقی که در سال گذشته اتفاق افتاد، دوستانم اشاره کردن که نرخ مرغ گذاشتیم 63 تومن، ولی تولید کننده ها اومدن تو بازار 47 تومن خواهش میکردن، کسی نمیخرید و از مردم خواهش کردیم بذاریم. بعد 2 مرتبه قیمت گذاشتیم 73 تومن، شد قیمت 100 تومن، مردم امروز پیدا نمیکنن. البته بسیجی‌های ریزشی هم داستان گرونی مرغ رو اینطوری تعریف میکنن. شما فکر کنید قیمت مرغ چی نمیاد پایین؟ یه خاندانه کل کنجاله و ذرت و این چیزا رو میخره، شرکت کشتیرانی داره، کشتی خودش بار میزنه، اینور کشتی داره تحویل میگیره، بازار هم داره، فقط هم از این بعد بخرن. بهش میگن میخوایم ذرت وارد کنیم قیمت بشکنه، ذرت رو آب نگه می‌داره. آقا دولت چرا کم نمی‌کنه برویم مرغ فلان؟ اصلا اینجوری نیست. طرف اومد تلاش کرد یه ارتباط گرفت که مثلا از جای دیگه بیاد مرغ وارد کنه، ذرت وارد کنه، زنگ زدن تهدیدش کردن، گفتن این کارو بکنی فردا برکنارت می‌کنی. یعنی طرف تو خود وزارتخونه آدم داره. اینا میشن اولیگارشی. اشتهای آخوندا تمومی نداره و به بلعیدن که میرسه یه چنین اتفاقی براشون میفته. برو بریم چالشه بستنی. آقا مظفر چی کار داری میکنی؟ 45 ثانیه تایم این چالشه، چیزی نمونده دیگه، 10 ثانیه. چقدر عجیبه. یا رضا یا علی تموم شد. از اون طرف خودشون مشغول بخورن، از این طرف بسیجی‌ها برای حل مشکل اقتصادی چنین نسخه‌هایی میپیچن. قوه قضاییه باید برخورد مسئله حجاب باشه که خود همین حجاب تو دلش اقتصاد نهفته است، در صورتی که اگر با بی‌حجابی برخورد بشه تمامی این مسائل رفع و حل خواهد شد. آیکیوی این بسیجی مشنگ از این آقا سگه هم پایین تره.
حالا پولای مردم ایران رو کجا خرج میکنن؟ این یه قلمش. سلام فرمانده سلام از این نسل غیور جامونده سلام فرمانده سید علی دهیه نبدی عاشق فراخنده. از این طرف آخوندا میخوان پوز تولیدات و ماشینای داخلیشون رو بدن، از اون طرف اینطوری پتشون ریخته میشه رو آب. ماشین پراید میسازه با بدنه کارتونی و سرعت 150 کیلومتر، قاتل بدون سؤال هست و این توی خونه تمام اینایی که اینها تصادف کردن و مردن شریکه. آقا شما نگاه کنید، اگه میخواید پراید بسازی کوچیکه به چیز میخواید به اندازه قدرت بدنش سرعت بیزار روش 60 کیلومتر فوقش 60 کیلومتر. اینجا هم قرار بوده دکل مخابراتی درست کنن، نتیجهش این شده. یکی آخوند بی عمامه هم از این پپسیا برای خودش و آخوندا باز میکنه. ما در لاکچری ترین دوره شیعه داریم زندگی میکنیم. بله. هزینه‌ای پرداخت نمیکنه برای شیعه بود. آزادانه عزاداری میکنیم. اصلا خود این که ما آزادانه عزاداری بکنیم. ما در لاکچری ترین دوره شیعه داریم زندگی میکنیم. تعبیر درست. شما حساب کنید به نسبت زمانی که باید یه دست یا یه پاتو میدادی میرفتی زیارت امام حسین. ما الان مشنگستان این هفته رو با این دزد سرگردنه به پایان میبریم که گفتگوهای خصوصی دیکتاتورها رو اینطوری رو میکنه. من همون سال 58 که دادگاه انقلاب مرتباً هر یکی دو ماهی 10-15 نفر محکوم به اعدام میکردن و اعدام میشدن. رفتم لیبی، قذافی گفتش که شما مگه حکومت بلد نیستین؟ این چه کاریه؟ هر یکی دو ماهی 10-15 نفر اعدام میکنید، دنیا شروع میکنه بر علیتون فحش دادن. من یه شب 6,000 نفر رو کشتم خلاص.